سلام، من مهردادم و منم کسرام و شما شنونده پادکست یوگن هستی. خب قبل هر چیزی من باید بگم که ما رو از پادگیرای شنوتو، اپل پادکست، کست باکس، گوگل پادکست دنبال کنید و اگه حال کردید به دوستاتون معرفی کنید. خب اپیزود قبلی رو تعریف کن ببینیم چطوری بود واکنش‌ها. اپیزود چون احساس قبلی می‌کردیم که ممکنه یه ذره بحث برانگیز بشه. نه جالب بود، یعنی بازخوردایی که سر حالا اون نقدایی که لابلای فیلم کردیم و اینکه یه سری اینجوری بودن که این فیلم اون قدم که میگید کار جالبی نبود، که نمیدونم ما نگفتیم فیلم این شکلی بود، یعنی مخصوصا پایامندیش کارو تموم کرد. ولی میگم یه عده که خیلی خوشحال بودن بابت اینکه داریم راجع به این فیلم صحبت میکنیم و در راستای همون فیلم کلی نقد اجتماعی و ساختارای و طبقات و اینا رو و از یه طرف هم میگم یه سری اینجوری بودن اینجوری که این همه کردیت میدید یه فیلم خیلی ساده بود و حتی لایق جایزه هم نبود. حالا دیگه خب حالا اگه اینجوری استقبال کردن که یعنی به بهانه فیلم ها راجع به زیرمتن و فرامتن و یعنی همین روندی که تو این 1 سال خورده اخیر داشتیم، این اپیزود هم به نظرم با همین روی کرد بریم جلو، شاید بشه بحثای جالبی داشت. آره بریم. قرار بود که یه سریال و یه فیلم رو بررسی کنیم توی این اپیزود، سریال اسکوید گیم فصل دوم و حالا فصل اولش یه جورایی و فیلم گلادیاتور 2 ساخته ریدلی اسکات. خب میخواید بحثو با هم پیش ببریم، یعنی روی چیز آره کلی یا 2 تا اپیزودش نکنیم؟ چون به نظرم آره. میدونی یه اتفاق جالبی افتاد. من موقعی که یعنی این چیز فیلم ها رو دیدم، یعنی یه چهارشنبه روزی بود گلادیاتور 2 رو دیدم، فرداش رفتم سینما فیلم علت مرگ نامعلوم علی زرنگار رو دیدم، بعد شبش اومدم نشستم چیز رو دیدم، اسکوید گیم که تازه همون موقع اومده بود. و حالا به طرز عجیبی این 3 تا اثر یه ارتباطات پنهان و آشکاری داشتن، یعنی جفتشون 2 تا دنباله بودن. اسکوید گیم هم به هر حال یک مدل بازی گلادیاتوری مدرنه و از اون ور روی کردی که تو فیلم علی زرنگار هست که اینکه شخصیت‌ها رو در یک موقعیت مثلا بغرنج اخلاقی قرار میده، باز با خود اسکوید گیم قابل مقایسه بود. یعنی گفتم که چه جالب، از چند زاویه میشه حالا محور بحث به نظرم اسکوید گیم بگیریم خود که پدیده علی مهمتریه. زرنگار هیچ وقت فکر نمی‌کرد که یه روز در گلادیاتور و اسکوید گیم کنار اینا قرار بگیره، چون علی زرنگار فکر کنم چیز دیگه یه فیلم همون بدون تاریخ بدون امضا اونو نوشته بود و مغز استخوان. جفتش خیلی فیلمای بعد و اینکه مثلا تو همون جلد مثلا اصغر فرهادی تو اون تماتیک بودن، اینکه آدما یهو تو اون بحران اخلاقی قرار میگیرن خوبشون رو نشون میدن. حالا من فیلم آخرش رو ندیدم ولی تو اون 2 تا به زور نقشه میکشید که ما رو بندازه تو اون تله که به نظر اصلا موفقم نبود. یعنی من اون 2 تا فیلم رو واقعا دوست ندارم. یه نکته جالبی رو گفتی، چون حالا اصلا بحث شخصی و چیز ندارم، الانم امیدوارم همونجور که دارن تبلیغ میکنن فیلمش استقبال بشه از هر فیلمی روی پرده. من الان بین فیلم علی زرنگار رو دیدم، فیلم محمد رضا لطفی رو دیدم، تعارض که خب اون فیلمو بیشتر دوست داشتم، جدای از این که مثلا فیلم رفیقمه دارم این فیلم چیزا رو میگم، درامایی که الان اومده دارم میگم، فیلم‌های مستقل و حمایت اولا حمایت بکنید و این. اولا من نظرم سینما جای گل ریزون کردن نیست. یعنی این تصور که آقا از سینما حمایت بکنید، سینمای شریف، سینمای مستقل فلان و اینا، آقا شما داری یه کالایی تولید میکنی، یه کالای فرهنگیه، اگه بعد برسه به دست مخاطب مناسب اون دیگه نمیشه مجبور کرد کسی رو که وقتی اگه فیلمت اگه خوشش نمیاد یا نمیتونه ارتباط برقرار بکنه زورکی بیاد بشینه اون فیلمو ببینه. من میگم هر فیلمی با توجه به ظرفیتی که داره میشه تشویق کرد که مثلا بگه آقا این فیلم به درد چه کسانی میخوره اینو ببینه. حالا اگه مستقلا راجع به اینا قرار بود صحبت بکنیم، نقد بکنیم، شکل دیگه ای میشد. الان چون نمیخوام وارد این فاز بشیم که آقا این فیلمو ببینید یا اون فیلمو نبینید، بین این دوتایی که من دیدم هر کی دوست داشت میتونه بره ببینه. تعارض فیلمیه که رویکرد تجربی داره، از چیزی که من خودم انتظار داشتم از با توجه به اینکه خب رفیقم کارگردانش فیلم بهتری بود، یعنی با توجه به اینکه 5 سال از ساختش گذشته بود و شرایط فقیری داشت واسه تولید و اینا، شبیه به فیلم‌های هنر تجربه مثلا اون موقع بود که الان منقرض شده، ولی ایده‌های جالبی داشت.
و فراتر از کلیشه‌های معمول سینمای ایران بود. فیلم علی زرنگار رو که اینقدر دارن خیلی تشویق میکنن و تحسین میکنن و اینا، خب یه ذره من باش زاویه داشتم، یه جاهایی حتی عصبانی شدم از تماشای فیلم. این البته نافی این نیستش که یک فیلم استاندارد قابل دیدنه. لزوما نمیخوام بگم آقا اگه از این فیلم من خوشم نیومد یا یک دلیل مثلا زاویه با جهانبینی فیلم دارم همه جنبه‌های فیلمو زیر سوال ببرم. ولی حالا جالبه بدون تاریخ بدون امضا رو که گفتی، چون روی کرده فیلم جدید کلینت ایستوود هیئت منصفه شماره 7 خیلی شبیه به بدون تاریخ بدون امضا و کلا این درام ایرانیاییه که در دوران پسا اصغر فرهادی ساخته شده. ولی تفاوت اون فیلم با همون بدون تاریخ بدون امضا یا همین علت مرگ نامعلوم چیه؟ که شخصیتشو در موقعیتی قرار نمیده که به شکل تحقیرآمیزی بگه آقا نگاه کن این انسان چه موجود پلید و پلشت و حقیریه و من به تو نشون میدم تویی که این کاراکتری که میتونه بدلی از توی مخاطب باشه چه جانوری هستی و خودت نمیدونی. اتفاقا اون در یک موقعیت اخلاقی قرار میده کاراکترش رو فیلم کلینت ایستوود که واقعا برای تو سوال پیش میاد که آقا آرمانگرایی برای مثلا عدالت و فلان و اینا الان تصمیم درسته یا اینکه من موقعیت خودم و خانوادم رو حفظ بکنم و این ابهامو نگه میداره تا آخرش. یعنی برخلاف درامای ایرانی که حالا نمونه‌اش هم فیلم‌های قبلیه که زرنگار نوشته یا این فیلم اخیر علت مرگ نامعلوم، دنبال له کردن شخصیتاش نیست، اتفاقا سعی میکنه تو اون موقعیت پیچیده‌ای که ممکنه کاراکترش تصمیم به زعم ما غیر اخلاقی رو بگیره با همزاد پنداری بگه آقا واقعا تو هم توی موقعیت قرار بگیری ممکنه گیر بکنی. چیزی که تو سینمای خود فرهادی خیلی بهتر ما اینو میبینیم تا مقلدانه. شنید یه چیز جالبی که دهه 70 موقعی که اسپیلبرگ جازو ساخت، خب خیلی فیلم پرفروشی بود و فلان و اینا، بدلاش هم راه افتاد دیگه، حالا مثل پیرانا و این بی مووی ها ایتالیایی هم مثلا چه فیلم‌های کوسه و اینا میساختن، یعنی هم جنگیر نسخه ایتالیایی داره هم اینا، و اونا خیلی خشن‌تر و مثلا سکسی‌تر و همه چیش اضافه کاری بود، یعنی کاملا بی مووی میشدن. بدلای فرهادی هم اینجوری بود، یعنی اون فرمولی که اون داشت رو یعنی موقعیت رو پیچیده‌تر می‌کردن، انسان‌ها رو مثلا شقی‌تر و مثلا پلیدتر میکردن تو موقعیت تا اونجا که میشد فشار میزدن شیره اون. آره یعنی ایده دیگه فرهادی یه جایی مثلا دیگه خیلی انسانی بود، یعنی مهربانانه بود دیگه روی کرده فیلمش در مقابل مغز و استخوان هم همین بود، یعنی یه جوری مهندسی میکرد که مثلا تهش این از شوهر خودش طلاق بگیره بره به خاطر مغز و استخوان بچهش با جواد عزتی تو مثلا زندان ملاقات شرعی کنه. یعنی مثلا تو اینجوری بودی که خب الان باید چیکار کنیم فیلم تموم شد. ببین روی کرده اینه که یک موقعیتی میسازی تو فیلم اخیرش هم اینجوریه، به قول تو جوری مهندسی میکنی که شخصیت‌ها رو در یک موقعیت تحقیرآمیز قرار بدی. این با الگوی های کانسپت تو فیلم نامه نویسی فرق داره. تو یک موقعیت داستانی طراحی میکنی، میگه اگه این ماجرا مثلا پیش بیاد بعدش چی میشه، بعدش این کاراکتر چه تصمیمی میگیره، چه مسیری رو طی میکنه. ولی این الگو که حالا فقط منحصر به زرنگار هم نیست که الان زرنگار رو به عنوان فیلمنامه نویس شاخص و سینماگر الان تا با ایده میشناسنش، اینطوریه که تو یک موقعیت طراحی میکنی که موقعیت لزوما ممکنه در دنیای واقعی این شکلی نباشه، یعنی همه بر اساس احتمالات همه چی به سختی باید چیده بشه، تو این شرایط رو قرار بگیری و به قول تو میگی بعدش چی. یعنی کاراکتر تو یک جوری خلع اصلاح میکنی میندازی وسط صحنه که انگار مثلا گرفتی یه فصل زدیش و میگی خب تو الان هیچ کاری نمیتونی بکنی تو این موقعیت. این روی کرده تحقیرآمیزیه نسبت به شخصیتت و درام. همون دوتا فیلمی هم که گفتی حالا باز بدون تاریخ بدون امضا کمتر، یعنی درامش رو یه جوری پیش میبره توی چیز که گیر میکنه توی مغز و استخوان، و اینجا هم حداقل داستان رو همراه میکنه، یعنی تماشاگر با داستان همراه میشه، ولی مهندسی کاملا غالبه به فیلم. یعنی حالا من با چند تا دوستا که داشتم فیلمو میدیدم از نیمه میتونستم حدس بزنم که قراره در پایان چی رو ببینیم، و یعنی چون نمیخوام لو بدم ولی صحنه پایانی رو گفتم این دقیقاً به این سمت میبره، چون این شخصیت‌ها رو در یک موقعیتی قرار بده که از عذاب وجدان بگن وای ما چه کاری کردیم. پس یعنی
تصمیمی که به نظر تو منطقی و اخلاقی میتونه باشه برای اون شخصیت ها تو اون موقعیت هولناک اخلاقی، همه بدبختن، همه بیچارن، همه نیاز دارن که این کارو بکنن، این کارا رو که انجام میدن تهش یه جوری عذاب وجدان بگیرن که بگه نگاه کن شما همتون انسان‌های پلید و بی اخلاقی بودین. و حالا با توجه به شخصیتی که باهاش همزاد پنداری بیشتری داره فیلم و خیلی هم آدم نچسبیه و احساس میکنی که به زور اونو فرو کرده توی قصه فیلم ساز تا نماینده خودش باشه، یه رویکرد اینجوری داره که ای مردمه مثلا پلید، نگاه بکنید که شما لیاقتتون همینه که تو این وضعیت دست و پا بذارید. این دارم تفسیر فرامتنی میکنم و دارم میگم فیلم این اجازه رو میده که چنین تفسیری بکنی. و مثل همین یه دونه دیگه همین برادرها ساخته بودن، دلیل‌بندا، پریناز ایزدیار بچه‌شو گم میکنه توی تظاهرات. نه چیز نبود، پریناز نبود، چیزو داری میگی اسمش چیه؟ همون که نوید محمدزاده بازی میکرد توی ونیز فیلم رفت و اینجا اکران نشد، شب داخلی دیوار. آها آره. اونم چیز الکی بود که مثلا توی اون وضعیت عجیب کشور، اونو خود جلیلوند نوشته بود. آره تو اون وضعیت عجیب کشور مثلا میاد مثلا یه جوری اون نیروی مثلا ضربت رو نشون میده که مثلا میخواد یه جای وایسه که این حق داشته باشه، اون حق داشته باشه. ببین اون فیلم جلیلوند خیلی نکته مهمیه، چون فیلم یک خطابه سیاسی نقادانه به خود سیستم انگار. یعنی آخه اصلا من میگم تو بخوای این نقادانه رو، این اسکپتیک بودن تو یه ذره شعله‌شو کم کنی جواب نمیده، یا باید یه جوری بزنی که یارو بیدار شه یه کاری بکنی. این که نمیشه روی خیلی خط باریک را بری که نه این ناراحت شه نه اون هم این حق داره. من میگم وقتی میری سراغ در ادبیات عامه الان به یه چیز دیگه میگن به این فازاره. آره این که مثلا یه چیزی مثل لهاین، یه چیزی مثل همین آتنا که چند وقت پیش اومده بود، حداقل یه جوری باشه که من به عنوان بیننده مثلا آسی و خشمگین از این وضعیت یه چیزی با خودم بیارم بیرون سینما. اینجوری نمیشه که مثلا تو بیای روی این سوژه ملتهب دست بذاری بعد شب داخلی دیوار مثلا تو فازشو داری. نه اون خیلی هم خاص آرتیستیک و چیز باشه دیگه، اصلا تو روایت مثلا من اینو بگم میخوام ذهنی پیچیده‌ای داشته باشه، تو نمیدونم فلانی اینا، ولی مگه اینا همون نبودن که شبکه 5 کار میکردن؟ مجری بود. آره مثلا یه فاز مثلا اون موقع با شبکه 5 اون موقع با الان فرق می‌کرده دیگه. اگه بخوای چیز کنی اصلا هر موقع من میگم اون موقع که بدتره، اینا از اون فازی میان که حال دلت خوب باشه. چیز نقد سیاسی داخلی و اینا شبیه به پایان یک دوران و ایناست. فیلم رو اینجوری زبون تفسیر ما رو بکنی. نمیفهمم. من که دهه 70 رو نمیفهمن، چه برسه به 80 اصلا. با ادبیاتی دارن صحبت میکنن که مثلا تو اینجوری که بابا بیخی. آره آخه مخاطب اون فیلم دهه 70 یا دهه 80 نیستن، یعنی برای کسای دیگه فیلم رو ساخته. حالا برگردیم سر فیلم زرنگار که اینم زود جمع کنیم بریم، چون نمیخوایم قرار فیلم تأکیدی رو این داشته باشه و میخوام ربطش رو بگم به اسکوید گیم چیه. ببین این مهندسی و اینا رو داره پیش میبره و تو این موقعیت قرار میده شخصیت ها رو و نماینده خود فیلمساز هم که اون کاراکتریه که با دیده مثلا اخلاق گرا اینا به بقیه نگاه میکنه. این تفسیر فرامتنیش تو میگه پس شاید واسه اینه که یه عده آن گروهی که ما با اون طبقه الیت میشناسیم خوششون میاد از فیلمه، چون این یک نگره خیلی مسمومیه که در چندین دهه وجود داشته تو جامعه ما که هر کسی میتونه طبقه‌ای واسه خودش تعریف بکنه و بگه که خب آقا من که فراتر از جامعه، مثلا کانسپت طبقه برای این شکل میگیره به شکل‌های مختلف، با سلیقه سازی، با محدود کردن چرخه اقتصاد، هر چیزی که من از بقیه فراترم، در نتیجه حق بیشتری دارم که از منافع جامعه بهره ببرم، از سود، حالا هر چی. حالا این طبقه میتونه بر اساس تعریف روشنفکری باشه، میتونه بر اساس اقتصاد یا هر چیزی باشه. این نگاهو خیلی پررنگ میکنه که آقا ما فراتر از عامه مردمیم، عامه مردم شعور ندارن برای خودشون تصمیم بگیرن، حتما نیازمند به یه گروهی دارن که منافع اونا رو تشخیص بدن و ولشون بکنی همینجوری خودشون همدیگر رو میخورن. این نگاه خطرناک حتی توی فیلم کمدی عامه پسندی مثل زودپز هم هست که یک تصویری از جامعه نشون میده که همه یارو به جنازه همدیگه هم رحم نمیکنن، هر چی از دستشون بیاد میدوزن تو پاچه همدیگه میکنن، همه دروغگوان، همه ریاکارن و اگه
حالا ماموران زحمتکش اون موقع مثلا حاکمیت نباشن که نظم رو برقرار بکنن، معلوم نیست مملکت چه به سرش میاد. حالا تو اینو میگیری مثلا تبدیلش میکنی به روشنفکران نگران جامعه، هر جوری، یعنی هر کس میتونه طبقه رو اینطوری واسه خودش تعریف بکنه. نمونه دیگه‌شو سر بازخوردایی که چند وقت پیش اتفاق افتاد سر صف کشیدن مردم برای اینکه برن موزه هنرهای معاصر هم میدیدی دیگه. یه عده شاکی شده بودن که یعنی چی که اینم خاص شد دیگه که مردم دارن میرن موزه و چیزو ببینن و ناراحت بودن از این که مخصوصا به خصوص بچه‌های نسل زد میخوان برن موزه و خیلی طبیعیه که برن مثلا کار پیکاسو و ون گوگو ببینن و فازشون بود که شماها که این چیزا حالیتون نیست واسه چی دارین خز میکنین موزه رفتن و فلان و این داستانو. یعنی این شکستن انحصاره انگار باعث عصبانیت یه عده میشه و خب این با وظیفه واقعی روشنفکر، اگر حالت به تعریف روشنفکری قائل باشیم و اینا، که تو هدفت اینه که باعث رشد جامعه بشی به واسطه آگاهی که به دست آوردی، در تضاده. یعنی تو اتفاقا ترجیح میدی که خودت فراتر از جامعه باشی، بتونی جامعه رو تحقیر بکنی. یه سری تفریح و سرگرمی بود که مال یه قشر خاص بود دیگه، مثل هواپیما که مثلا همین سرمایه گذار همین کاپیتالیستا آوردن، یه چیزی بود که واسه جابجا شدن خیلی عده کمی میتونستن ازش استفاده کنن، به خاطر همون حالا پخش شدن و بازار آزاد و سرمایه و اینا چیزی شد که همه میتونن الان استفاده کنن. اینجا دقیقاً برعکسشه، اینجا اینجوریان که با موزه رفتن مال ما بود، مال ما انتلکتا بود، مثلا مال آره، ما. شماها چرا داریم موزه میریم؟ ما کتاب بود. خوندیم، شما که کتاب نخوندید، ما که میفهمیم شما. بعد یکی هم مثلا یادم چون خیلی بحث طولانی بود یادمه توی توییتر اینا که موزه هم کردین مثلا رستوران پاستا فروشی رو که میگم آقا حتی اونم به نظرم جای تقبیح نداره. اینکه یک جماعتی در بدترین شرایط اقتصادی دنبال اینن که تجربه زیستی خوبی داشته باشن، حتی اگه این تجربه زیستی تو صف رفتن واسه خوردن مثلا یه پاستای جدید باشه، من به نظرم این هیچ جای تقبیح و چیزی نداره، تمسخری نداره. و آقا فکر کن توی یک مملکتی یک موزه برگزار، یک نمایشگاهی تو موزه داره برگزار میشه که خود این موزه 50 سال خورده پیش ساخته شده، گنجینش مال همون دوره است و همچنان میتونه تبدیل بشه مهمترین رویداد فرهنگی که تازه همه گنجینش هم نیست. و خب برای مردم خیلی طبیعیه میگن آقا اینجا از مثلا پیکاسو نقاشی است، از ون گوگ چیز است، و تو این که میبینی خب مردم جالبه براش اینو ببینن که اینکه ناراحتی نداره، خیلی طبیعیه. همین این سرگرمی ها هابی مال ما بود. همین الان شما فیلمای روز دنیا رو اون سری هم گفتیم اکرام بکن، چه میدونم کنسرت موسیقی مثلا خواننده‌های پاپ، حتی خواننده‌های آلترناتیو، بابا همین الان تو نگاه کن موسیقی کلاسیک، کنسرت هایی که برگزار میشه پر داره میره. درسته که مثلا تالار وحدت نهایتا 1000 نفر رو جا میده و این 1000 نفر کل جامعه نیستن، ولی باز مخاطب داره. و اصلا این تصوری که ما درباره مردممون داریم، من نمیدونم چه مگه فکر میکنی عامه مردم تو بقیه دنیا چه جوری ان؟ مردم صبح تا شب نشستن دارن چه میدونم مناظره ژیژک آره گوش میکنن. مردم چه جوری ان مگه مردم بقیه دنیا؟ مردم دنبال زندگی روزمره و عادیشونن. همه جای کره زمین 2 هفته پیش شروع کردن به دیدن اسکوید گیم. چرا؟ چون یک محصول جذابیه که همه رو میتونه درگیر بکنه. خب چرا نبینه؟ اسکوید گیم رو ول کنه بیاد چه میدونم سریال چیچی تو شبکه 1 رو ببینه یا بره سخت ببینه یه چیز دیگه. حالا ندیدم اینو، نمیدونم خوبه یا بده، هر چیزی خب منطقیه دیگه. پدیده پاپولار همه جای دنیا ترجیح میدن اونو ببینن، خیلی طبیعیه. بله متاسفانه بازار آزاد و سرمایه‌داری و مصرفگرایی به شما غالب میشه در این شرایط و کاری هم نمیتونی بکنی. پس بهتره وقتی میخوای این مصرف رو انجام بدی بری محصول بهتر رو بگیری. من چند روز پیش خبر میشیدم که نمیدونم آمازون اپل کیه که دارن یه کاتگوری جدید میسازن که مثلا فیلم‌ها و سریالایی که بتونی روزمره کارتو بکنی و اینا هم پخش باشن، یعنی نمیدونم تیبل مووی همچین چیزی که حتی خود بازیگرا داستان فیلمو تعریف میکنن، یعنی حتی اون سوآپا هم مثلا آبگوشتی تره که لازم نیست اصلا وقتی تلف کنی، اجازه بده من اون چیز دیگه یعنی داره میگه بازار محتوا رو چجوری داره. بابا که الان ما هر چیزی رو مثلا میزنیم زیرش که او تو مخاطب، مگه آدم میتونه کلن توی عمق باشه؟
تا یه موقع‌هایی با یه آهنگ مثلا خیلی معمولی ناصر عبداللهی هم ممکنه یه وایبی بگیری که اون وایب غیر قابل توضیح دادنه. یعنی من نمیتونم توضیح، ولی وقتی مخاطب داره تو نمیتونی بگی چرا. ببین برای یکی اون پدیده آره این سانسور کردن سلیقه مردم، خطکش گرفتن، نازم بازی به نظرم خیلی ترسناک و خطرناکه. تو میتونی هر کسی سلیقه بسازی برای بقیه. یعنی چه برم من میرم منتقد مثلا مجله سایت اند ساوند رو میخونم یا کایدو سینما رو میخونم، چون اون یک سلیقه و روی که حالا چقدرش واقعیه چقدرش الان شارلاتان بازی و ادا و ایناسو کار ندارم. تو میتونی سلیقه پیدا بکنی به واسطه دنبال کردن آدمای مختلفی که سلیقه به تو آموزش میدن، ولی نمیتونی خطکش بگیری دستت سلیقه مردم رو محکوم بکنی. اصلا به محض اینکه بگیری دستت هیچ فرقی با اون که سانسور داره آره اینم یه شکل سانسور پنهانه دیگه. این حرف من این نیستش که آقا نقد کردن بده، نه، نقد خیلی هم درست و خوب و لازمه. اتفاقا یکی از دلایلی که وضعیت با تمام اسفبار بودن سینمای ایران از بقیه جنبه‌های هنری مملکت بهتره، به خاطر اینکه رسانه و نقد توش پررنگه و باز به خود سینما پر از آدم متوهم و توهم و ایگوه، ولی باز به نسبت سایر هنرها این کمتره و خیلی بیشتر به چشم میاد چون نقد وجود داره. در موسیقی که اصلا نیست، در تئاتر کمتره و در هنرهای تجسمی و اینا که تو اصلا در یک دنیای کوچیکی سیر میکنه که نمیدونی چه خبره، یا ادبیات. و به نظرم نقد خیلی هم لازمه. اصلا اینجوری نیستش که بگیم نه نقد بده و اینا، هر چی هم که مردم خوششون میاد یا هر چی که میفروشه خوبه، نه. هی داریم چیزی یاد حرفایی میافتم که تو این چند وقته وایرال شده. مثلا تو همین برنامه علیزی هم فرزاد معتمن صحبت میکرد، میگه فیلم خوب نمیفروشه، هر فیلمی که بفروشه بد و اینا. آقا اینا چه تصورات و اصلا نگاهیه که به سینما داریم. اون نسل منهدم شدن، حالا شاید خوششون نیاد ولی مثلا خوبشون کیه؟ بگو ببینم چی ساخته خوبشون تو که تو نسلی که داریم صحبت میکنیم هم نسل چیز میشه اصغر فرهادی و نعمت الله مهمترین سینماگرای اون نسلیه. خب فرهادی که قلدش زد اومد پایین. حالا ببینیم به کجای نعمت الله هم که بنده خدا 5 سال درگیره همچنان داره. خب من همینو میگم یعنی اصلا اینا دارن با مثلا با همون شهبازی هم هست مثلا شهبازی همون نفس عمیق. آره. مثلا مال اون نسل 60 50 که مثلا پودر شدن توی این زندگی. خب یعنی مثلا نفس عمیق رو تو الان به یه 10-80 نشون بدی کار نمیکنه. من میگم حتی اونا همون موقعش هم حالا زیر سوال بود. یعنی یه ذره اینو باید واقعا گرایانه برخورد از کنیم. از بیرون اصلا داشتن با اون فیلم عشق بازی میکردن، اصلا ربطی به دنیای فیلم نداشت. ولی کلا میگم مثلا الفبای همه چی از بین رفته، ولی اینا اصرار دارن علاوه بر اینکه آپدیت نمیشن اصرار دارن که همون محتوای نخنمای دستمالی شده شوکرانو حالا بیان با یه مثلا من میگم اسقر فرهادی تونس مثلا شوکرانو ارتقا بده به چهارشنبه سوری و یه جوره مثلا هنرمندانه‌ای مثلا همون داستانه سینمای خودش بود. یعنی حالا ایده خیانت رو فقط از تو میتونی شبیه بدی. آره میگم یعنی بیس اصلیه تمه همونه، ولی مثلا چی جوری میتونه جدا کنه این که مثلا یه غبار یعنی این طبقه متوسط میشینه رو طبقه پایین‌ترش، یعنی دختر چادر داره میاد نداره و آرایش میشه بند میندازه فلان، یه چیزی از این طبقه با خودش میبره تو طبقه خودش. این برخورد طبقات یا همون چیزی که تو جدایی نادر از سیمینه، میگم اینا چیزایی نیست که درست مهندسی شده ولی دراماتیزم شده. ما بعد از اینکه فیلمو دوبار دیدیم میفهمیم ساختمانه مثلا مهندسی شده از چه جوریه که این تصادف اینجا از ما میگیره اینجا نشون میده. ولی مثلا اون کپیکارا اون کاپیکت ها اصلا اینجوری هن که تو نمیتونی، یعنی میفهمی که مهندسی شده که مثل همین جنگ جهانی سوم هومان سیدی سر اون میزه پایامندی فیلم کل فیلم ساخته شده. چرا؟ چون میخواسته این در تازه تبدیل میشه به نقض غرض اصلا. آره. یعنی با روی کردی که میخواد و اسمی که گذاشته اینه کاملا در تضاد فیلم. همه چی میره اونجا واسه اینکه اون پلان میزه رو ببینیم. بعد مخاطب الان خیلی باهوشه دیگه، نمیتونی بهش چیزی غالب کنی. اوکی میتونی تو همین جلد اسکوید گیم و اینا واردش بشی ولی اونم مصرف میکنه، به قول تو یه شبه همشو میبینه مصرف میکنه میره بعدی. نه حتی میره بعدی، ولی باز اسکوید گیم آخه تاثیرگذاره. نمونه شد همین الان که صحبت کردیم. یعنی اصلا ایده اپیزود اینه که خب آقا گلادیاتور 2 رو داریم و اسکوید گیم 2 اثری که برای مخاطب عام ساخته شده، یک
ایده تماتیک مشترک داره، بازی مرگ برای اینکه تو یه عده رو سرگرم کنی و در عین حال خودتو بتونی ارتقا بدی، یعنی بر علیه که نه، علیه یک سیستم بجنگی در قالب بازی. از این نظر خب دو تا چیز ایده مشابه رو داریم میبینیم. ولی این کجا و اون کجا؟ یعنی به همون نسبت که حیرت میکنی از بد بودن گلادیاتور، نه فقط به عنوان یک فیلم خوب و اینا، به عنوان یک فیلم عامه پسند که حالا خیلی هم ممکنه بگن نه ما بعدمون نیومده و اینا، که یه ذره به نظرم با اغماض داریم فیلم رو نگاه میکنه، حالا به گل روی ریدلی اسکات باشه یا به خاطر فیلم قبلی یا به کلا یه ذره سخت نمیگیره نولان، حالا هر چیه، به خاطر این پدیده ها. ولی به همون نسبت ببین اسکوید گیم آقا یک پدیده عامه پسنده، اصلا در این بحثی نیست. ولی شما به عنوان کسی که میخوای، مثلا هر کسی به عنوان مخاطب اگه میخوای یک داستان عامه پسند یا یک سریال بنویسی، به راحتی از روی سریال میتونی مشق بکنی. یعنی انقدر حساب شده همه چی رو پیش میبره و ایده‌های هوشمندانه‌ای داره در همون کار خودش. یه مسئله‌ای که وجود داره، ما فکر میکنیم اگه کسی اونجا فیلم عامه پسند میسازه، بلاک باستر اینا میسازه، مثل کسایی هن که اینجا مثلا فیلم‌های کمدی پرفروش و اینا میسازن، هیچی حالیشون نیست از سینما. در حالی که واقعا اینطوری نیست. شما میتونی به حرفای همون آدما مراجعه بکنی و ببینی که اتفاقا چقدر درکشون از سینما، مثلا جیمز گان مثلا یک خوره یه فیلم کامله، یعنی به مراتب بیشتر از اون منتقدای ما که میشینن مثلا میگن این فیلماش آشغال و فلان و ایناست، فیلم دیده و فیلم میفهمه. خود اصولا سینماگرانی که در بالاترین سطح کار میکنن میگن ما قیاس میکنیم با وضعیت خودمون، فکر میکنیم اونجا هم همینجوریه. خیلی هاشون حداقل تا اونایی که میدونیم به عنوان خوره فیلم و اینا میشناسیم، بیشتر از منتقدا فیلم دیدن و میفهمن و اگه بخوان نقد بنویسن میتونن صحبت بکنن. اصلا اینجوری نیستش که یارو صرفا یه چیز باشه، تکنسین باشه بیاد کارو جمع بکنه، ببره این ور ببره اون ور و اینا. یارو یه ایده، یه فکری پشتشه. نکته اینه که اون آدم خلاقی که اونجا هست، به جای اینکه خود نولان بهترین نمونهشه دیگه، نولان میتونست وارد سینمای مستقل بشه، همون مسیر ممنتو اینا رو ادامه بده، ولی اتفاق به این نتیجه رسید که میتونه در مین استریم کار بکنه و هی پروژه‌اشو بزرگ و بزرگتر بکنه و اهمیتش اینه که اون حالا کلاس کار رو روی کرده داره در ابعاد وسیع دنبال میکنه. حالا ما هی نولان رو سوژه میکنیم، آره سر کریستوفر استاد رو سوژه میکنیم، جایگاه یارو رو که نمیتونیم زیر سوال ببریم که یارو در چه ابعادی داره کار میکنه. رنده فقط. آره ما تو بحث ما خیلی انسانی روی کرد و جهانبینی این آدمو باش مشکل داریم، جایگاهشو که بعد تسلطش روی مثلا کارشو که نمیخوایم زیر سوال ببریم. اتفاقا اینقدر آدم مسلطیه که میکنه تو پاچه مردم همه چی رو با زبل بازی، از برندینگ بگیر تا نوشتن فیلمنامه‌هاش. حالا اسکوید گیم هم دقیقاً همین بود، یعنی چند تا ایده خیلی هوشمندانه داره. یعنی 2 اپیزود اول احتمالاً یه ذره کند و سخته واسه همه موقعی دیدن. چرا؟ چون طبیعتاً باید توجیه بکنه که خب آقا این آدمی که بازی اومده بیرون در این 3 سال چه اتفاقی براش افتاده، چرا باید به بازی برگرده، بازی جدید چه فرقی با قبل داره، این چه آگاهی نسبت به برگزار کننده‌های بازی داره و برگزار کننده‌های بازی چه شناختی از این دارن و نقشه‌های این. تمام اینا رو باید جا بندازه برای مخاطب. یکیشو میدیدی بعد دو رو میدیدی بهتر بود تا اینکه یهو مثلا بعد 3 سال چند سال بود فصل 2 اومد یهو بیفتی توی اون 2 قسمته. من اون 2 قسمته رو واقعا توی 5 تا 6 تا پارت دیدم، 20 دقیقه آره میدیدم. 2 قسمت مخصوصا چون سریال اول تو ما همه یادمونه که اوه آقا مثلا 9 قسمت رو نشستیم یک حله دیدیم، چقدر نفسگیر و فلان و چه تمپوی بالایی. خب این بخشی از این هیجانه به خاطر این پشت هم دیدنه. فصل 1 و 2 رو با هم مقایسه بکنی واقعا ریتم و تمپو اونقدر تغییر نکرده، یعنی همون الگو همون مدلی صحنه ها رو پیش میبره و اینا. چون تو یک تجربه مثل سافاری مثلا خیلی هیجان انگیزو داشتی که این آروم آروم شروع شده اوج گرفت. اپیزود اول اسکوید گیم رو ببینی مثلا نزدیک به 3/4 اپیزود که اصلا هنوز وارد بازی نمیشه، داستان این و همسایه ها و خونه و شرخره و فلان و ایناست که تازه به تو بگه که این چرا میره تو بازی. اپیزود دوم هم که بعد بازی اول میان بیرون درباره اینه که اینا دوباره برمیگردن یا نه. یعنی این تجربیاتش تخطی نمیکنه از قواعد و قراردادایی که گذاشته واسه روایت داستانش. ولی طبیعیه تو یک چیزی که با اون هیجان و دیدی و باش همراه شدی و اومدی انتظارت خیلی میره بالا و
این مسیری که طی میکنه تو 2 قسمت اول غیر منطقی نیست. نه غیر منطقی نیست ولی طبیعی. آره یعنی قلاب رو اپیزود 3 گیر میکنه که دوباره برمیگرده رو بازی. در مورد خیلی از سریال‌های دیگه هم اینطوریه، مثلا استرنجر تینگز و پدیده‌های پاپولاری که چیزه تو تا دوباره بتونی اصطلاحاً گرمش بکنی بیاری تو قصه و اینا، این یه ذره زمان میبره و ناگزیرم هست، کار دیگه ای نمیتونی بکنی. حالا تو فصل دوم چه چیزایی وجود داره؟ ببین تو وقتی میخوای یه قصه رو ادامه بدی، اگر این ظرفیت برای ادامه قصه وجود داشته باشه یا نه، 3 تا عامل مشخص میکنه که دقیقاً توی اسکوید گیم هست و در گلادیاتور نیست. مقایسه بکنیم. اول اینکه شخصیت تو، حالا چه شخصیت جدیدی داری، چه شخصیتت ادامه یافته داستانه، با چه انگیزه‌ای میخواد این قصه رو پیش ببره، ادامه بده. خب تو اسکوید گیم که میدونیم این آدم بازی رو برده ولی میخواد تمام زندگیشو بذاره که این بازی رو خراب بکنه و دنبال 3 سال رفته همه کار کرده، یک نبرد فرد علیه سیستمه. میگه چون تا موقعی که این بازی ادامه داشته باشه آدمای دیگه قربانی میشن و کار دیگه نمیتونی بکنی. تو گلادیاتور چیه ایده؟ چی بگم من شخصیت اصلی پسر ماکسیموسه که معلوم نیست از چجوری یهو لپ در میاد، چون تو فیلم اول که بنده خدا ماکسیموس یک مرد خانواده دار و اینا بود، کلا میخواست انتقام خانواده‌اش رو بگیره. اصلا ایده چی بود گلادیاتور؟ یک آدمی که مورد خیانت قرار میگیره به خاطر شایستگی و اینا، از جایگاهی که باید بهش برسه محروم میشه، زن و بچه‌ش هم از دست میده، ولی به طرز غیر منتظره زنده میمونه. این تصمیم میگیره انتقام بگیره ولی انتقامش شدنی نیست. تبدیل میشه به یه گلادیاتور و جنگیدن تو میدون، تو کلوزیوم، تو مبارزه به عنوان گلادیاتور رو تبدیل میکنه به یک کنش شخصی و عصیانگرانه علیه سیستم. یعنی شروع میکنه محبوب شدن. یعنی اصلا تو انتظار نداری یک آدمی که خیلی‌ها نمیدونه این ژنرال لشکر بود و اینا انقدر محبوب میشه که میتونه یه حکومت رو به لرزه در بیاره، باعث نگرانی بقیه بشه. جذابیت فیلم یکی این بود، اونم فیلم عامه پسندیه دیگه، حالا خیلی هوشمندانه ساخته شده ولی نکتهش همینه. در اپیزود 2 شخصیت یه بچه‌ایه که معلوم نیست کجا اومده، فراریش دادن که نکشنش، به کجا؟ مثلا شمال آفریقا. ارتش این که کلا پس از روم شاکیه، یعنی از روم با رومیا زاویه داره. ژنرال خوشنام ارتش روم میاد اونجا رو فتح میکنه، همسر این پسره رو هم میکشه، اسیر میکنه میاد. این باز شاکی تر میشه از آنچه که بود و کلا میخواد هر جور شده همه رو بکشه، یعنی انتقامی از روم بگیره. فعلا هم اولویتش با قاتل زنشه، انتقام سخت میخواد. آره. برمیگرده روم. دنزل واشنگتن که یک بردهدار سابق بوده، حالا دنبال ورود به سیاست، استعداد اینو کشف میکنه، میگه با من باش تا به انتقامت برسی و میری تو مسابقه. وارد مسابقات و اینا میشه. وقتی میفهمه که، یعنی خودش که میدونه، مادر پدرش و اینا میفهمه که این فرصت رو داره که به یک مقامی برسه و به جایگاهی داشته باشه و حتی سزار و اینا بشه، یهو اصلا کینه قبلی با روم و فلان و اینا رو میذاره کنار، میگه ما بریم رومو دست بگیریم. یعنی در اصلا کلا روی چیز که عوض میشه روی کردش. و از اون ور دنزل واشنگتن هم که اسم حالا کاراکترها یادم نمیاد ولی همینجوری خودمونی همه به اسم دنزل و اینا میشناسیم، یهو میبینه آقا تنور خیلی داغه، نونای بیشتری رو شروع میکنه به چسبوندن و تو میگی آقا اصلا این بچه رو که تو از اونجا آوردی به زور، یعنی میخوای ربطش بدی به این قصه این که رو فیلم قبلیه، بجز اینکه لوکیشن فقط رومه و چیز و اینا عوض شده و تو یه خط ربط اینجوری وراثت رو پیدا کردی بین اینا، این چه ربطی به اون داره اصلا؟ یعنی تو فقط میگی یک گلادیاتور در روم پیدا میکنیم که این میخواد به قدرت برسه، یعنی در همین حد تو میگی خب حالا بریم یکی دیگه بسازیم. خب ببین اصلا من اون دفعه تو ندیده بودی، من این نسخه بعد رو دیده بودم، بهت گفتم اصلا خندت میگیره، مرغ پخته تو فرم میخنده به این فیلم. ببین من اصلا حالا کاری به این که اونجا رو آب میریزن و کوسه ها چی جوری میان و چی جوری زندگیری آوردن و بردن کوسه ها و تربیت کرگدن و اصلا همه اینا اوکی. حالا ببین یارو مورخا میگن نشانه های از اینا ممکنه باشه ولی خب دیگه هالیوودی هم نه بالیوودی برگزار میشه تو نه فیلم. من میگم اصلا اوکی، ما که میدونیم قراره اومدیم چی ببینیم،
حالا روی اون فیلم قبلی هم که استواری همین جوری مثلا 70% توجه رو گرفتی بابت گلادیاتور 2. خب اوکی گولمون بزن دیگه، ما که اومدیم گول بخوریم. این چه مسخره بازیه، نه اکشن درسته، همه چی سی جیه. اما دیگه فیلم بردار فیلم علیه ریدلی اسکات مصاحبه کرد، شاکی شده بود، گفت آقا رسما توفمال و تنبلی داشت جمع میشد و اصلا راضی نبود از کار کرده. حالا ما اینو نمیگیم که چیز باشه، چون ببین ریدلی اسکات میگم واقعا اصلا شکست خوب اصلا تمومه. حالا اینکه اومد گفت من سه‌ش هم میسازم، اون که همچنان داره ادامه میده. ببین واقعا ریدلی اسکات یه مورد خیلی عجیبه تو تاریخ سینما. فیلم سازی که به رادیکال ترین شکل ممکن وسط جریان اصلی شروع میکنه، یعنی دوئل بازان رو میسازه، بعد ایلین بیگانه رو میسازه و بعد بلید رانر، که 3 تا فیلم رادیکالی که در جریان اصلی دارن ساخته میشن و پر از ایده های روایی و فرمی عجیب غریبن و 3 تاش هم مدیون خود ریدلی اسکاتن. یعنی مثلا ایلین قرار بوده یه بی مووی مثلا معمولی اینا باشه، کاملا از زیبایی شناسی همه چیشو تغییر میده. یا بلید رانر فیلم واقعا عجیب غریبیه، همون موقع که 10 دفعه درگیر بوده با استودیو اینا و فیلم شکست میخوره. ولی یه همچین فیلمساز رادیکالی که برخلاف واقعا خودم نبوده که فینچر رو مثلا تو دهه 90 با ریدلی اسکات دهه 70 مقایسه میکردن، چون یک آدمی که مدلی از فیلمسازی که یه ذره سیاه‌تر، جدی‌تر، تلخ‌تر و در عین حال جذاب‌تر رو تو وسط جریان اصلی دنبال می‌کرده. اینو خود نولان هم گفته، میگه من اولین بار که فیلمی از فینچر رو دیدم گفتم ریدلی اسکات بعدی رو پیدا کردیم. و ریدلی اسکات واسه کسایی که در دهه 70 دهه 50 60 ما سینما رو دنبال کردن اون موقع دیدن، خیلی آدم مهمیه. میگم مثل فینچر واسه نسل ما هست. ولی به تدریج حالا بعد از شکست بلید رانر، تروماهای خانوادگیش و این داستاناست، تونی اسکات من چقدر دوست تونی اسکات که حالا تونی اسکات بدتره، یه چیز دیگه ترومای دیگه هم تو دهه 80 دوباره داره تو خانواده‌اش. یا اصلا نمیدونم قاعده بازی رو میفهمه چجوری، اصلا روی کردش به فیلمسازی به تدریج عوض میشه. یعنی برخلاف اون آدم رادیکالی که خودش ساختار شکنی میکنه، تبدیل میشه به یک فیلمساز محافظه‌کار و اصلا پروژه‌های سینمایی و شبیه کنترات برداشتن مثلا ساختمون سازی پیش میبره و هی این بیشتر و بیشتر میشه. یعنی خود یه چیز مصاحبه جدیدی هست که وایرال شده از راسل کرو که میگه مثلا من اون صحنه‌ای که زن و بچه‌ای سوختش رو میبینه فقط قرار بود نمای من که گریه میکنم باشه و چیز دیگه ای نیست، کات میشه. میگه من اصرار کردم که 2 تا پای چیز باشه و اینا، بعد دیدم که ای بابا شلوغش نکن، سختش نکن. اینا با اصرار راسل کرو پیش میره. یعنی اکثر بازیگرا اینو تعریف کردن. مثلا مت دیمن میگه توی مریخی من اصرار داشتم که وزن کم بکنم، اینا گفت بابا این مسخره بازی‌ها چی؟ اینا هی چالشای تولید و مدیریت میکنه. و واقعا اگر کسی بخواد فیلمسازی عقلانی، استاندارد و منطقی رو یاد بگیره، بهترین گزینه برای مشق کردن ریدلی اسکاته، چون سخت‌ترین چالش‌ها رو به ساده‌ترین شکل ممکن برگزار میکنه. یعنی اینجوری نیستش که بگی خب حالا یک صحنه خیلی پیچیده عجیب و فکر کنم مد مکس و ریدلی اسکات. آره یعنی اون اصلا اینجوری نمیشد، یه مدل دیگه میشد. یعنی میگه خب کاملا اقتصادی فکر میکنه و نگاهش خیلی تولیدیه. میگه خب ما یه صحنه پرچالش داریم، اینو چجوری سریعتر، بهتر، ارزونتر و موثرتر میتونیم بگیریم. و طبیعیه که فیلمساز محبوب استودیو تهیه کننده است کسی که این روی کرده داشته باشه، چون ممکنه خیلی پروژه جاه طلبانه عذاب در نیاد ولی تو میدونی که به هر حال به نتیجه میرسه و یه سر و شکلی هم داره. با وجود این روی کرده محافظه کارانه که اتفاقا تو فیلماش هستی، مثلا خودش میگه من امریکن گنگستر رو که میخواستم بسازم دنبال این بودم یه فیلمی بسازم که شبیه پدرخوانده ها باشه، حالا با فضای مثلا سیاه‌پوستی و اینا. هر فیلمی که یعنی خیلی میتونی به حرفاش مراجعه بکنی. میگه من میرفتم میدیدم، یعنی با توجه به حرفای خودش میشه اینجوری برداشت کرد که چه نسخه‌ای قبلا، چه فرمولی درباره این رویکرد جواب داده، اونو به عنوان رفرنس بگیرم و به اون نزدیک بشم. و حالا باز مثلا این وسط اینجوری نیست که بگیم هیچ خلاقیت و چیزی هم نداره. نه بابا اصلا. آره مثلا گلادیاتور نکتهش همینه که این فیلم‌های سرد و صندلی که مثلا در دهه 50 و 60 بود میاد میگه خب این جاذبهش از خشونت میاد، از این فضای مثلا رومو که همه با خیلی تبختر حرف میزنن و این مدل اسپارتاکوس و اینا میاد. این که جاذبه‌ای پشتش وجود داره، ما اینو چطوری میتونیم زمینی و
باورپذیرش بکنیم و همزاد پنداری تماشاگر رو با شخصیت اصلی به حد اکثر برسونیم و در این حال یعنی یک داستان خیالی و در بافتار کاملا واقعی تاریخ مارکوس اورلیوس و اینا مثلا قرار بدیم که بگنجه یه طوری. میگم یه قصه بگو برامون. این خیلی احمقانه است این که فکر میکنی ولی اصلا این فیلم اصلا هیچ ربطی ماکسیموس الان ما هم همون حس رو بهش داریم، برو نه بریم. تو پرداخت، نه توی مثلا جنبه های نمایش، اصلا تو هیچ زمینه‌ای تو احساس نمی‌کنی که اثر و سلیقه‌ای از ریدلی اسکات تو فیلم وجود داره. نه پل مسکات، نه اون همین پدرو پاسکال، اینا اصلا هیچ کدوم ساخته نمیشن. نه این مادره بعد این همه اصلا یه جوریه. من حتی مثلا لاست دوئل ببین خیلی بی‌حوصله ساخته شده. اصلا ببین نکته خودش میگه، من دوست دارم وقتی کلینت ایستوود تا 96 سالگی فیلم میسازه من همچنان میخوام به فیلمسازی ادامه بدم و تا اون موقع میبینم که میشه این کار رو انجام داد. انگار چالش اصلی برای خودش اینه که من چیز کنم تا میتونم فیلم بیشتری بسازم. یعنی فیلم خوب ساختن اونقدر براش الان چالش نیست، خوب فیلم ساختن براش مهمتره. یعنی اینکه خب من این پروژه رو جمع کنم برم سراغ پروژه بعدی، هی پروژه بعدی. بعد اصلا مدل کمپانی خودش که سریال و اینا میگیره همین جوریه، چجوری بگرده دنبال پروژه‌ای که واسه خودش جذابه و میتونه پیش ببره. دنی ویلنو خاطره داره، میگه موقعی که بلید رانر 2049 رو داشتیم میساختیم ریدلی اسکات هر روز میومد سر صحنه و میگه من اصلا نمیتونستم کار بکنم دیگه. اون اومده بود نشسته بود، حالا نظرم نمیداد، نگاه میکرد و اینا، میگفت خیلی جو سنگینی هم بود. بعد رفتم بهش گفتم که آقای ریدلی تو مثلا کارگردان محبوبت کیو اینا، مثلا یه کسی رو میگه آقا اگه واقعا تو میرفتی سر کار میدیدی اون بالا سرت وایستاده چه حسی پیدا میکردی؟ خیلی محترمانه مشاهده‌گرم بخوای بلد باشی میدونی که این تاثیر داره. آره یعنی خیلی محترمانه از پروژه حذف میکنه ریدلی اسکاتو. تو این فیلم ایلین جدیدم فد آلوارز اینجوری بوده که میگه من هی این تاچ بودم، هی فیلمنامه رو صفحه به صفحه میفرستم، یه جای دیگه دیگه بیخیال. میگه خیلی خوب دیگه کاملا تو چیز هست، یعنی خودش چیز میکنه. آره یعنی خودش یه کاری میکنه که بیخیال شه ریدلی اسکات انقدر باش در تماس بوده. ولی مسئله اینه که توی گلادیاتور 2 اولا که بخش عمده از این هزینه نزدیک به 300 میلیون دلاره به خاطر وقفه‌ای که افتاد و به خاطر اعتصاب بازیگرا و اینا، تو اصلا احساس میکنی که میگم یه جاهایش واسه من شبیه مثلا حتی مختارنامه و من ملک سلیمان و اینا بود، اینقدر مثلا قابا شلخته بی سلیقه، روند داستان سر هم بندی شده. نیاریم تو پادکست بعد میتونیم بستش کنیم به این داستان سرگرمی و اینا اسکوید گیم. و برام عجیب بود و میگم که آقا واقعا فقط می‌خواسته سهم بگیره بره دیگه. یعنی آخه اینو بگیریم بریم هم خیلی بیهود. من احساس می‌کنم مثلا حسن فتحی دیدی خفن ترین ایده‌ام بهش بدی در کف همه چی میسازه، مزخرف ترین شکل اون ماجرا رو بده ارائه میده. این هم انگار مثلا اسلحه رو سرش بود بابا. اصلا از شروع فیلم که یعنی اون چیزا رو نوشته مثلا چیزو می‌نویسه که این فیلم‌های مثلا 50 سال پیشه. اصلا بیشتر از فیلم‌ها من یاد بازی‌های سگا و چیزای دهه 90 افتادم که این ستینگ بازی اول توضیح میداد با پیش داستان. این که هیچ، یعنی صحنه‌های اکشن که اصلا پدرو پاسکال بیچاره نفسه کم می‌آورد، با کاتوی و اینا باید جبران می‌کردن این قضیه رو. اصلا میگم پرداخت و اینا رو کار ندارم، کلا 7 بازیگر اصلی داره، همه اتفاقات روم با این 7 است. یعنی تو قصر این هست اون هست، یعنی به ساده ترین شکل ممکن همه چی پیش میره. یعنی یک ذره چالش دراماتیک به صحنه اضافه نمیشه. اینم باید بگم من حالا همینجوری داریم رنده میکنیم، دنزل واشنگتن شلخته انگار بهش گفتن ببین هاج دنزل تو اصلا بزرگ ما، اتفاقا تو صحبت گل هر چی دوست داری اصلا هر کاری عشقته انجام بده. اتفاقا نولان که وقتی تو 70 سالگی میره قسط تعمید کشیش میشه یعنی این از دست رفته دیگه. من نمیدونم توی یکی از این پادکست‌ها یه حرف خردمندانه دنزل واشنگتن میزنه، میگه تو بخش عمده از عمرتو یاد میگیری، بعد شروع میکنی به دست آوردن. یعنی اول لرنه، بعد ارنه و بعد ریترن. هر چی که به دست آوردی و پس میدی. یعنی میگن که مثلا خمس دانایی مثلا یاد دادن و اینا. به مرحله رسیدی که در حال ریترن کردنه دیگه. یعنی الان میگه که تفریم الان مارول هم میخواد کار بکنه، 2 قسمت داریوش دیگه. مهرجویی هم به مرحله رسیده بود که میگفت این خشخش جارو رو نگاه فش فش. حالا پشت سر مرحوم نمیتونیم واقعا این جوریه که نمیشه اصلا حرف زد. ولی حالا در مورد دنزل اتفاقا جالبه. نولان هم توی نمیدونم توی کدوم چیز بود، حالا انجمن کارگردانان بود کجا بود، با ریدلی اسکات داره صحبت میکنه. نولان خیلی رند داده اینا. میگه من احساس کردم که
در بین بازیگرها شما دست دنزل رو خیلی بیشتر از بقیه باز گذاشتید و اینا، یعنی همین حرف تو رو اون خیلی جنبه مثبت و محترمانه شو میگفت. ولی نکته اینه که واقعا معلومه اون سختگیری و حوصله و چیز تو فیلم نیست، یعنی همه یه جورن دنزل صحنه‌ها رو قشنگ واسه خودش درآورده، یعنی کنترل میکنه، تسلط داره. این که میره مثلا این دوتا برادر دوقلو پادشاه روم مثلا دستیسه چینی، من اینجوریام که این ور کاخ و این ور کاخ بود، یعنی جمال شورجه اصلا جمعش کن گلادیاتور مثلا. حالا داشتیم از قانون داشتیم 3 تا مسئله برای ادامه داستان دنبال نویسی رو میگفتیم. اولیش انگیزه، درونیات و نیت شخصیته که تو چجوری میتونی اینو دوباره تعریف بکنی. خب توی اسکوید گیم گفتیم این تیک میخوره کنارش، به قول فرنگستان فارسی هفتک گفتن به جای تیک بگید الان، چون شبیه هفتک تیک میخوره. و توی گلادیاتور تو همین مرحله اول تو این گیر رو داری، یعنی اگه تماشاگر خودشو قانع بکنه به خاطر اینکه دوست داره یک فیلم و اینا ببینه پیش میره، اگه نه برات همچنان سواله که این چه فضا و چیزیه که وجود داره. دوم، جهان قصت چطور تغییر میکنه و چجوری به شخصیتت واکنش نشون میده. ما توی اسکوید گیم میبینیم که به همون نسبت که این شخصیت کلاف است دنبال اینه که نشانی از برگزار کنندگان بازی پیدا بکنه، هم دنیای قصه پیشرفت کرده و تأثیرات بیشتری از زمانه ما داره، یعنی حضور نسل زد پر رنگ تره تو قصه و میفهمیم که به احتمال زیاد پلیس نقش داره تو این قضیه، داره لاپوشونی میکنه و خود گردانندگان بازی میدونن که 456 دنبال ضربه زدن و ایناست. یعنی جهان قصت هم داره واکنش نشون میده به این شخصیت. دوباره سر گلادیاتور که میبینیم یه صحنهش خیلی عالیه، شهر در آشوب داره میسوزه، یعنی مردم ریختن بیرون، اعتراض و فلان و اصلا میگن چیکار بکنیم چیکار نکنیم، که دنزل میگه حالا من یه جوری جمعش میکنم اینا، فردا صبح بازی بعدیه. یعنی صحنه اینجوریه که مردم تا صبح داشتن خیابونا رو آتیش میزدن، صبح گفتن بازی بعدی شروع میشه، گفتن خب آقا بریم این مرحله بازی هم ببینیم، دوباره فردا دوباره اعتراض سیگار رو بکشیم و دیگه کار آره گفتن این به مرحله مبارزه گلادیاتورا هم ببینیم و بعدش بلافاصله بریم دوباره به اعتراضاتمون ادامه بدیم. و اصلا نقشی که برای مردم و کلا روم و اینا واقعا یه سری دیالوگاش هی داشتیم میخندیدیم. چیز میاد لشکر میاد، فرمانده لشکر میاد به دنزل تو پرده پایانی میگه آقا لشکر اون یکی مثلا سپاهی که پدرو پاسکال جمع کرده و ربلیون شدن و اینا میخوان حمله بکنن، میگه آقا اونا دارن به سمت شهر میان ولی 5000 نفر بیشتر نیستن. میگه خب ما چند هزار نفر؟ میگه 6000 نفر. خب آقا 5000 نفر بیشتر نیستن میتونیم تار و مارشون بکنیم، حداقل از نظر ریاضی رو باید فکر کنی، تو هم که برابری دیگه دست بالا رو نداری در محاسبه، چجوری داری اینو روش حساب میکنی؟ ریز داری میشه اینا هیچ کدوم اصلا دارم میگم که اصلا همه دارم میگم هیچ کدوم به اینا نیست دیگه. اصلا مردم از چی شاکیان؟ یارو پدرو پاسکال شاکیه، میگه آقا این هی داره کشورگشایی میکنه به مردم فکر نمیکنه، ما هیچ اثری نمیبینیم، یه سری مردم فقط میان دنبال نون خشک و اینا میگردن. و پادشاهام که پادشاهان روم هم مثلا این شکلی اند، همه دنبال عیش و نوش و عشق. و سوال اینه که خب آقا اگه کشورگشایی داره میکنه طبیعتاً باید این به نفع روم باشه، خب باج و خراج بیشتری داره میگیره، یعنی نمیشه که تو کشورگشایی بکنی و وضعیت هم بد باشه. خب نه این شکلیه که میگه پادشاها رو ببین، دنزل هم ببین، ریاضی هم که هستی بلد، ضرب کن اینجوری میشه. آخه حتی اینم نمیتونی دوباره نتیجه بگیری، مسئله اینه. اگر جواب نمیده مشکل از شماست. ریدلی اسکات گفته من سه‌ش هم میسازم، این داستانم خیلی عالیه. این سه‌ش چه اتفاقی میخواد بیفته؟ سه‌ش احتمالاً پسر پل مسکاته، نه دیگه خودش نوه ماکسیموس دسیموس. حالا نمیدونم واقعا. حالا جدا از این که این امپراتورهای دو تا برادر رو واقعا داشتیم تو روم و اینا، ولی یعنی اصلا این که تو بری با ولی اونا اصلا یه جوره یکی اون یکی رو میکشه و اینا ببین به یه شکل دیگه اتفاق میفته، به شکل والاش هست، همین روملو و روملوس و اینا این داداشه. آره این اصلا یه تعلیمیهی به خود اون توی چیز داره، ولی اصلا نه در این شکل، یعنی وارد قصه باید بگیم، میگم نمیتونی ما رو گول بزنی. خب پس توی مسئله دوم هم باز توی گلادیاتور مشکل داریم، ولی بهش فکر کرده توی کارگردان و سازنده اسکوید گیم. مورد سوم چیه؟ آگاهی و انتظار تماشاگرت نسبت به دنیای فیلم، سریال یا قصه است. ببین سر چیه سوژه شده بود، پرومتئوس که باز ریدلی اسکات ساخته بود دیگه،
توی مثلا اون غار و اینا که اینا میرفتن، این اجداد چیزا زینومورفا و اینا، این دو مثل صحنه اول و فیلم های دیگه دوباره مثلا کلاهخود اینا سوراخ میکرد حمله میکرد، مردم میگفتن آقا چند دفعه یه چیزو شما میتونی تکرار بکنی. ایده نویسنده فیلمو ریدلی دیمون لیندلوف نوشته بود، گفت خب اینا که نمیدونستن اون اتفاق افتاده، این قبل از اونه، حالا درسته ما ارجاع دادیم ولی طبیعیه که اینا ندونن. مردم گفتن آقا ما که میدونیم، تو نمیتونی همون تریکو چند بار رو ما اجرا بکنی که بگی این مردم به این شهر جدیده نمیدونستن اون چیزی که شما توی 5 نسخه دیدین. آره نکته اینه که خب مردم هم الان یه آگاهی دارن نسبت به اسکوید گیم و میگن تو این مدت به سوراخ سنبه‌های بازی و چیز فکر کردن و یه دم احتمالا میگن حالا بدم نیست بری بیای نشه چجوریه، یعنی یک آگاهی بیشتری نسبت به بازی و جهان فرای بازی وجود داره. باز اینو بهش فکر کردن سازنده‌های سریال، یعنی چیکار کرده، گفته خب آقا این ایده رأی دادن و اینا رو روش استفاده یعنی روش تمرکز بیشتری میتونیم داشته باشیم. شخصیت‌های قصه که دوباره اومدن، حالا یه تقلب میکنه که چند تاشون بیشتر همدیگر رو میشناسن از قبل که بتونه دراماهای شخصی بینشون گسترش بده. یه سریشون میدونن این بازی مرگباره ولی به جای اینکه بترسن زودتر تموم شه، تو این فکرن یه ذره کاسبکارانه تر به قضیه نگاه میکنن و از شرکت کننده‌های دفعه قبلی شاید باهوشتر باشن. بعد تو انتظار داری که خب اون دفعه یا خیلی مثلا همه خلافکار و مثلا یه ذره خز و خیلتور و اینا بودن، این دفعه اینا رو تو عوض میکنی، یه دموگرافی متفاوتی میذاری، نسل جدیدتر رو میارید. این ایده کاراکتره که مثلا رپره مثلا اسمشو گذاشته تانوس و اینا، خب در همین 5 سال چیز دیگه ترند شده مثلا نشون میده. میدونی کی هم هست. آره یعنی خودش هم یه چیزی فرای داستان داره. پس تو در نتیجه میگی که خب تماشاگرها بیننده ها توی تلویزیون، حالا ویور میگیم دیگه، از قصه فصل اول جلوترن و دنبال سوالاتی میگردن. پس من باید آگاه باشم به این قضیه، نمیتونم اونا رو تو تاریکی نگه دارم یا بهشون بگم نه تو نمیدونی یا یه چیزی رو جعلی بگم. این مرحله رو هم درست انجام میده. باز توی گلادیاتور اینجا یعنی همونجور که تو میگی گیر میکنیم که خب آقا ماکسیموسو که کشتن فلان و اینا، پیامداش چی بوده تو قصه، چه اتفاقی افتاده. یهو مثلا اوایل پرده سوم میاد میگه ببین ما گلادیاتورایی که با افتخار میمردن و اینجا دفن میکنیم، اینم زرهه بابات. یعنی اصلا یهو میگه آقا هی که نمیتونی تو از این ور اون ور هی داستان در بیاری. اگه این میگه که من شیفته بابات بودم، این میگه من فلان بودم و این، خب یه افکتی تو جامعه باید میذاش دیگه. مردم که همه که اینقدر دیگه آقا چیز نیستن که فقط تماشاگر اون مسابقه نمیتونن باشن، بعد شبش بیان شهر آتیش بزنن دوباره صبح برگردن تو کلوزیوم مسابقه ببینن. پس باز اینجا هم نمونه خوب و نمونه بدشو داریم برای دنبال سازی. حتی همین بازیایی که انتخاب کردن تو فصل 2، اینکه تو بازی اول همون بازی فصل 1 بازم یه قدم جلوتر از فصل 1، همین که این میدونه داستان چیه، حالا این آدما رو چجوری اونا تو نمیدونی. بعد بازی دوم سوم چهارمش دیگه اون بازی‌ها نیست. یعنی همیشه حالا من احساس میکنم فصل 1 حالا به دلیل اون بدی بودن و جدید بودن و ریتم تدوین و تمپو همه اینا یه ذره خب چیزتره. من هنوز احساس میکنم فصل دوم چون نصفم تموم میشه، یعنی فصل 3 همون پارت 2 فصل 2 میشه دیگه، من احساس کنم 1 خیلی کامل تر بود. یعنی همه آره چون هنوز قصه به سرانجام نرسیده، وسط قصه موندیم. این اصلا حق کاملا با اسکوید گیمه، یعنی اوکی هم 93 تا کشور بوده، 93 تاش هم بالا بوده، اوکی. من احساس کنم یه ذره شاموتیگری زبل بازیه دیگه. آره. یعنی وسط یعنی قصه رو تو نگهداری که اون پارت اول داشت اینجا نیست. آره تو میفهمی یه نظام مهندسی هست که اینجوری نیست. یعنی همین مثلا خود کاراکتر 456 و 201 دقیقاً به خاطر مادرشون و آدم مهربونی بوده، کلیه‌اشو داده به داداشش، بعد به خاطر مادرش اومده، اینم دقیقاً به خاطر مادرش اومد، مادرش مرد. حتی اینجوریه که میگن 456 201 بعدیه، یعنی 201 هم تمام این مراحل رو طی کرد، تهش اینجوری شد. اولش یه آدمی بود مثل این، حتی گذاشت این ایده‌هاشو اجرا کنه، فلان کنه، بیسار کنه. یعنی همه اینا رو من میفهمم که جالب کرده قضیه رو، ولی من اصلا
نگاه میکنم که بدونم تهش چی میشه. آره فصل تو با کلیف هنگر تموم بکنی از این کلیف هنگری که اینجوری یعنی عصبانی میکنه. من میگم من همچین خیلی چیز بوده رفتن امتیاز پایین دادن تو IMDb با اینکه اپیزود آخرش فوق العاده است. یعنی به نظرم این ایده کودتا کردن و فلان و اینا، ولی آره دیگه چیکار بکنیم دیگه. حالا فاصلهش خیلی زیاد نیست تا فصل 3، ولی فصل 3 نمیتونه باشه، پارت 2 فصل 2 به قول تو بیشتر. حالا برگردیم سراغ همین ایده‌ای که گفتیم چطور تونسته بست بده سریالو و پیش بره. احتمالاً خیلی‌ها موقعی تماشا این فازو داشتن که ای بابا اینجاش یه سری شبیه همین شرایط زندگی ماست، یاد یه سری خاطرات و درگیری‌های اجتماعی و اینا میافتن که خیلی دور نیست. اینجوری نیستش که بگیم آقا سازنده اسکوید گیم رفته مثلا تاریخ ارجاعات تاریخی به خود کره که خیلی داره. الان این ایده که مثلا یه عده رو بعد از مثلا کودتا و فلان و اینا میبردن شکنجه میکردن توی اتاق بازی که شبیه الهام بخش همین اتاق بازی اینجا. خیلی از عکساش هم هست که همینجوری گرمکن میپوشیدن کفش سفید. آره یعنی تو این ارجاعات و اینا رو میتونی پیدا بکنی، ولی نکته چیه؟ تو جهان قصت رو وقتی درست معماری بکنی و پیش ببری، جنبه‌های انسانی مشترک از توش میزنه بیرون. یعنی تو میگی آقا ما یه سیستمی داریم طراحی میکنیم، این فصل 1 هم هست، این سیستمه حتما سوراخ سنبه داره. وقتی این همه آدم ما میکشیم میگن خب چرا دست به جنایت نزنیم توش، دست به تجارت نزنیم، میگم جنایت شروع نکنیم از بین اینا مثلا اعضا رو اینا رو قاچاق بکنیم. یعنی تو میگی آقا پیامد اینه که اگه یک سیستمی رو تو تجسم بکنی که داره این کارو پیش میبره، حتما توش لفت و لیس هم پیش میاد، به یه عده تقلب برسونن فلان و اینا. خب این از فصل اول تو قصه بود. بعد تو میگی ایناش چقدر شبیه مثلا فلان چیز تو ایرانه، این خیلی انسانی، احتمالاً همه جای دیگه، سری تو مکزیک هم بگن این شبیه اونه، یه سری توی چه میدونم جاهای مختلف دنیا که موقعیت‌های اجتماعی مشابهی دارن هم میگن این شبیه ماه. بعد تو میگی خب یه نفر اگه بخواد دست خالی حالا با چند نفر متحد یک سیستمو بیاره پایین، چه اتفاقی میفته؟ اون سیستم میگه آقا ما نمیدونیم که این تا کجا فکر کرده، چه سند و مدرکی علیه ما داره، پس همینجوری نمیتونیم حذفش بکنیم. اون میخواد بازی ما رو خراب بکنه، ما هم باید بازی اونو خراب بکنیم. یعنی اینه که میبینی جالبش میکنه. یعنی میگه خب بازی اولو اجازه بدیم این پیش بره، بازی بعدی شروع کنیم تخریب کردنش، یا اصلا 2-0-1 واسه این میاد تو بازی. چون اگه 2-0-1 تو بازی نبود به احتمال زیاد ممکن بود اینا اگه نقشه‌ای برای کودتا داشته باشن پیش برن دیگه، اون بازی رو خراب کرد اونجا. یعنی این ایده اینم از خودشونه فلان و اینا. میبینی که یک ایده هوشمندانه و سازمان یافته است که یک سیستم میتونه اجرا بکنه و پیاده بکنه. خود سر همین آلمان نازی میگفتن اون چی بود SS که خیلی عجیب بودن، میگه اصلا خودشون اینو تولید کردن که بتونن بگن. یعنی همه میگفتن اوه صدا تو بیار پای، ممکنه یه سرباز مثلا SS اینجا باشه. میگه در صورتی که اونقدر نبودن، اصلا گشتاپو اونقدر نبود، هیچ کدوم اینا اونقدر نبودن، ولی تونستن این وحشت رو تزریق از داخل اداره کنن. بعد تو میگی خب اوکی اینم اگه نمیومد 2-0-1 و اینا ممکن بود هر جا بازی خراب شه، و چون اینا هم نمیدونن که، چون دیدن که یه سری آدم هم از بیرون دارن تعقیب میکنن اینا، و خب ناخدای کشتی هم که آدم اونا بوده، این تو میدونی که ابعاد نقشه دشمنت نمیدونی چقدره، ولی در لحظه باید اینو هی خنثی بکنی. میگی چیکار میکنم؟ با ایجاد کردن مثلا متحد جعلی و دشمن فرضی تو قصه. یعنی درگیری 456 درگیری اصلی بین اونایی نیست که میخوان بازی ادامه پیدا بکنه یا ادامه پیدا نکنه، که رأی آری یا نبدن. بین این گردانندگان این بازیه که هر دفعه میتونن تو رو هک بکنن با بازی شبه دموکراتیک. یعنی تو میدونی که اون آدم، یعنی حالا دفعه قبلی که بازی کنسل میشد میومدن بیرون، به یه شکل دیگه اینا رو تطمیع میکرد تا دوباره برگردن، یعنی بهشون فرصت میداد و اینا. و الان هم اینطوریه که خب هر سری به رأی به گذاشته بشه، یه کسی هستش که اگه این 2-0-1 لازم بشه رأی اونوری بده. این رأیگیری خیلی چیز جالبیه تو فصل دوم. یعنی یکی از کلیدایی که تو ادامه بعد هر بازی تو فصل یک این بود که چقدر مثلا عجیب بازی بعدی چیه، چیکار کنیم فلان، راه خروجی الان درگیر اینه که یه عده میخوان خارج شن از بازی، چون یکی داره بهشون میگه آقا ته این بازی شما میمیرین. دقیقاً. حالا همه یه عده میگن نه شاید ما ببریم، شاید این دفعه مثلا بازی چیز باشه. یعنی اونی که فیری تیله شاید مایم. من میدونی چیشو دوست داشتم، این که اون 2-0-1 میاد خیلی چیز منفعله، یعنی میذاره که انگار از نقشه خودش آگاهه و میدونه این نقشه از زمان مارکس قبلتر، از زمان وجود بشر این شکست خورده.
هیچ کس عادلانه به این قضیه نگاه نمیکنه که من اگه 100 تا دارم تو هم 100 تا داشته باشی. اگه خونه من 2 طبقه است من 3 طبقه نداشته باشم، منم 2 طبقه. این انقدر شکست خورده. حالا ما انگار داریم مثلا با یه خوانش جدید تلاش یه نفر رو که آقا میدونه ته این بازی شکسته، حتی اگه پولارم ببری از لحاظ روحی روانی یه چیزی رو ازت گرفتن، این پولو دادن. مثلا همه یارو میگفت مثلا تو زمان حال حاضر دیگه کارفرماها شلاق دستشون نیست، یه کاری میکنن رقابت ایجاد میشه، خودتو استثمار کنی، خودت از 6 صبح اینجا باشی. من میگم آقا 10 هم بیای 50 تا میگیری، 6 بیای 80 تا میگیری. خودت واسه این که این بغل دستیت از 5 صبح آره دیگه کار اون یه مجبوری آره. تو این رقابت یعنی باشی. این روی کردی که اون 2-0-1 که داشت نسبت به این 456 این تقابله واسه من جالب بود، این که شبیه هم بودن، حتی مثلا یه اپسیلون تفاوتشون. و این که حالا مثلا اون ماجرای خیر و شره، اون خیر و شره انگار یه اپسیلون بودنه، انگار کار سخت‌تر و هنری‌تریه تا اینکه این شر مطلق باشه. ما بدونیم این هر موقع بخواد یه نقشه‌ای بکشه یه جاهایی انگار خود اونم منقلب میشه. یعنی میدونی چی میگم؟ اون 2-0-1 هم با اینکه نقشه داره یه جاهایی میگه آره دیگه درگیر با، چون به هر حال ممکنه اونم اونجا که یارو گردن اونو میشکونه اینا، اونم ممکنه بازیش لو بره، یعنی اونم کاملا در موقعیت امن نیست. آره. و خب این خیلی هوشمندانه است. مثلا اون بازی اتاق و چرخ و فلکه که خیلی وایرال شده و اینا، ایده اینه که در لحظه خب چه تصمیمی میگیری دیگه. الان یکی ممکنه متحدت باشه ولی 5 دقیقه بعد ممکنه مجبور شی اینو حذف بکنی، نه دوباره اونو برگردونی. یعنی بازی ذهنی خیلی جذابه برای مردم و تو میتونی استعاره های سیاسی اجتماعی رو پیدا بکنی که لزوما فکر شده و با شابلون این که بریم اینو تقلید بکنیم نیست. موقعیت رو چون درست میچینی شبیه میشه به تجربیات دیگه‌ای که قبلا برای مردم اتفاق افتاده. همون چرخ و فلکه که میگی میچرخن اتاقا رو بعد انتخاب کنن اون تعدادشون رو خون بقیه‌ان یا اون رنگین کمونه بقیه رو میکشن، تو میای رو اونا راه میری و واسه خودت این داری. حالا چیزایی که لحن و اصلا این ایده رو که فصل 1 داشت دیگه، یعنی خیلی اونا رو حفظ از این میکنن. چیزا داره. یه ذره مثلا نیومده یه قدم بزرگ مثل پلتفرم که ایده جذابی داشت ولی تو دوش اصلا یا پایان همون فیلم اولش رفت یه جایی که پلتفرم همون یکش هم چیزه مهندسی کرده که یه حرف گنده‌ای بزنه. این داره تو رو سرگرم میکنه، پیامد این سرگرمیش اینه که تو به این نکته پی میبری. این فرق میکنه. همینو میگم، میتونه با قصه گفتن، میتونه با تصویر، با تمپو تو بهش اجازه میدی که گولت بزنه، بندازت دوباره تو این ماجرا. ولی میگم انقدر آورده داره، انقدر مثلا نیومده اگه مثلا یک شخصیت ها 2 تا زیرلایه داشتن اینجا بکنتش 100 تا شخصیت های زیادتر یا فوکوس کن نتونی اداره کنی اینا. بازم با همون روی کردش اومده مثلا داستان یه اپسیلون فربه‌تر کرده همشون رو، چه بازی‌ها، چه اون 2-0-1، چه آدمایی که اون پشتن رو ما اصلا نمیدیدیم. الان مثلا 2 تا هستن اونجا که ساید استوری اونا داره. تو این 5 قسمت میتونه کار بکنه. این چیزیه که تو همون 2 قسمت کاشته. چی دستاوردش چیه؟ 1 تو الان به قول تو اسنایپر رو میبینی و میدونی که یک درامایی اونور وجود داره، این شاید رو مسیر قصه تاثیر بذاره. یعنی تو این آمادگی ذهنی رو داری که یک عامل دیگه ممکنه تو مسیر قصه مداخله بکنه، یعنی یهویی از چیز عجیب غریبی نیست. 2 شخصیت‌ها و انگیزه‌هاشون رو دیدی که چجوری وارد بازی میشن و اینکه اونا چقدر دست اینو خوندن، اینا چقدر جلوترن. این استراب و تعلیق وجود داره که تو نمیدونی در ادامه این بازی کی در نقطه امنه کی در نقطه امن نیست. یعنی تو تا اپیزود 7 که داره پیش میره تکلیفت با 2-0-1 معلوم نیست، نمیدونی این برای حمایت از 456 یا دستکاری بازی اومده یا یک جایی بالاخره روی خودشو نشون میده. چون یه جوری پیش میره که میگه نکنه اینم میخواد سیستمو مثلا بیاره پایین، گیر کرده تو اینم یه جایی میره مثلا تو تیم اون. آره یعنی این چیزه این تعلیق رو ایجاد میکنه که میگه خب من دقیق نمیدونم چه اتفاقی میفته. و بعد شخصیتایی که تعریف میکنه، شخصیتای جدید، به همه یه میزان فرصت میده. اولش تو نمیدونی که کدوم شخصیت رو میخواد قربانی بکنه، کدوم شخصیت رو میخواد نگه داره. یعنی مثلا اون دختر مدلر رو که اول میبینی، فکر میکنم بازیگر معروفی هم داره زارت میزنه میکشتش، تو میگی که خب هیچ کس امن نیست دیگه. همونجور که مثلا تانوس رو یه جایی مثلا حذف میکنه که تو انتظار داری یکی دیگه حذف شه، مادر و پسره رو واسه همین تو اون اپیزود چرخ و فلکه یا اتاق تعلیق ایجاد و تو استرس میگیری، چون انتظار داری که نکنه الان این یه بلایی سرش بیاد و یه موقعیت خیلی تراژیکی شکل بگیره.
اینا همه به خاطر اون 2 قسمت اوله، یعنی سرمایه گذاری که رو قصه میکنه اینجا جواب میده. اونجا بله مجبوری یه ذره کند پیش بری، یه ذره لق و لوقه، ولی داره این کارا رو انجام میده. و در نهایت چیزی که نکته جالب سریاله و در اینه که یک سریال عامه پسنده، تو بخوای بگی که آقا این که مثلا خیلی کلیشه‌ای و تکراری و اینا، و بله هنرش اینه که این کلیشه ها رو چجوری داره استفاده میکنه، این یک اثر رادیکال و آلترناتیو و اینا نیست و واسه همینم فضا میده به نتفلیکس که انقدر بتونه رو برندینگ و بازاریابیش و اینا کار بکنه که اصلا کمپیناش حیرت انگیزه. یعنی خلاقیتی که تو کمپینای چیز وجود داره به اندازه خود اتاق نویسندگان سریال پیچیده است حاصل کارشون. نکته اصلی دیگه فکر کنم سر و ته بحث رو اینجا میتونیم جمع بکنیم، همون نگاهیه که به انسان و کاراکترش داره. ببین تو فیلم ایرانیه و فیلم های ایرانی، نه فقط حالا به عنوان یک مشت نمونه خروار، این ایده رو آقا ما میدونیم که انسانو تو در هر موجود زنده‌ای و در موقع تنگنا قرار بدی یا رو همزادش که هیچی بچه خودش هم ممکنه بخوره. این خیلی حقیقت تلخیه درباره انسان، ولی نکته اینه که ما میگیم آقا مسیری رو میخواهیم در تمدن طی بکنیم که در این تنگنا قرار نگیریم. یعنی این وجه تاریک خودمون رو سعی میکنیم پنهان بکنیم، یا اگر پنهان نکنیم اجازه ندیم این هیولای درون ما بیدار شه، شرایطی رو فراهم کنیم که بیدار نشه اصلا. حالا ما تو فیلم‌های ایرانی هی شاهد اینیم که یک موقعیتایی قرار بده که یک سری شخصیتی که یعنی انتخاب دیگه غیر از هیولا بودن ندارن هیولا بشن، و با توجه به اینکه اون شخصیت نزدیکتره به عامه مخاطبی که داره میره تو سینما، خیلی تجربه تحقیرآمیزی میشه. یعنی تو مردمو میاری تو سینما که ببین تو همین حیوان پلید و پلشتی هستی که من دارم نشونت میدم، برو حالا خجالت بکش. یارو بعد انتظار چرا یارو باید بیاد سینما این فیلمو ببینه یا روی ویدیو اینا، این چه حسی ممکنه بهش منتقل بشه؟ آقا دارک ترین فیلم ها، کمدی های سیاه، هر چیزی هم که ما به یاد میاریم درباره یک انسان در یک جهان تاریکی که حالا یا به اون غلبه میکنه یا قربانی میشه تهش. تو نمیتونی بگی آقا همه کثافت، تو هم که داری این فیلمو میبینی بخشی از این کثافتی. هر انسانی توی این موقعیت قرار بگیره همین کارو میکنه. و خب بله ما میدونیم، ولی تو چرا داری این موقعیت رو میسازی؟ خب این یه مهندسی داری میکنه که اینو نشون بدی. نه تنها میسازی، هی بدترش هم میکنه. حالا نکته پدیده جذاب و عامه پسندی مثل اسکوید گیم یا بازی مرکب که اینقدر ازش استقبال میشه چیه؟ میگه من یک موقعیتی قرار میدم و کسی رو میذارم تو قصه که خیلی سمپاتیکه، میتونه شبیه تو باشه، ولی این آدم در اوج این که میتونه هیولا بشه هیولا نمیشه، و نشون میده که هیولای واقعی اونیه که اتفاقا میخواد تو رو در چنین موقعیت تحقیرآمیزی قرار بده. این ور سمپاتیک و جذاب سریاله که تفاوت ایجاد میکنه با نمونه‌های دیگه. مثلا همون گزاره‌ای که تو وقتی داری با هیولا میجنگی باید خیلی مراقب باشی که هیولا نشی. اینکه این مسیر نشدن این یارو جذاب تمام مدت، ولی حتی اگه اون یارو هم بیاد سمت این باز چیز نیست. بزرگترین تراژدی های تاریخ که درباره سقوطه، درباره اینه که اگر تو بلغزی تو تبدیل به هیولا میشی و هیولا در وجود تو بیدار میشه. تو نمیتونی در بد و امر بیای تماشاگرتو تحقیر بکنی، بگی تو یک آشغالی هستی مثل این و حقته که تو همین وضعیت باشی، تو اصلا عامل بدبختی مایی. نکته میگم اسکوید گیم دقیقاً نقطه مقابل این قرار میگیره از نظر درام پردازی و این باعث میشه که سریال محبوبی باشه. ببینید واقعا پدیده های محبوب نتفلیکس بی دلیل نیستش که این فقط به خاطر تبلیغات و فلان. شما به زور تبلیغات ممکنه یک فیلمی بفروشه فلان و اینا، ولی نمیتونید اینجوری نفوذ بکنید تو فرهنگ عامه. من هنوز دارم فکر میکنم فصل آخر استرنجر تینگز که پخش شد دیگه نهایت تجلی مدل سفر قهرمان و اینا بود. یعنی اون هیجانی که من خودم موقعی که اینا رفتن دیگه رو نقشه اپیزود آخر رو پیاده کردن و اون توی مثلا زندان بود توی موازی، یعنی همچنان تو فیلمی ندیدم. یعنی یکیش مثلا واقعا فکر میکنم قبل از اون اونجرز اند گیم بود که اون صحنه کاتارسیس نهایی که اینا همه برمیگردن، همچنان تو سینما این جیغ و کف و هیجان و چیزی شبیهش ندیدی. بعد اون واسه من تو استرنجر تینگز بود که ته ارجاع تاریکی اینا مثلا سفر قهرمان و اینا بود و تو میگی آقا واقعا من تو هیچ فیلمی نمیتونم اینو تجربه کنم. تو اون اپیزود 2 ساعته‌ای که این اتفاق میافتاد که حالا از آهنگ ترانه معروف و اینا استفاده کرده بود و همه اینا،
و خب بی‌دلیل نیستش که این داره موفق میشه دیگه، برخلاف گزاره‌ای که فیلمساز عزیز میگفتش که فیلم خوب نمیفروشه و اون فیلمی که میفروشه قطعاً فیلم خوبی نیست. به نظرم من فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. اما ما ایرانی‌ها رو که ول کن بابا، اصلا یارو میگه فیلم پرفروش، یعنی مثلا اون باید بره مثلا چی بود یادم چند سال پیش سر یه چیزی بود بعد یکی از مسابقات ادبی مثلا یه محفلی بعدش بود که دعوت کرده بودن مثلا برگزیده و اینا صحبت پارتی محفل. آره مثلا چیز بود یه بحثی با چند نفر که من هیچ وقتم ندیدمشون بعدن و قبل اونم ندیدم، همه نویسنده داستانای کوتاه بودن و اینا، صحبت کردیم درباره اینکه چرا ادبیات ایران شکست خورده است که مثلا گفت کلا ما 1000 نفریم مخاطبای مثلا ادبیات فارسی انگار واسه هم داریم مینویسیم و اینا. گفتم ببین مسئله اینه که نخبگان ما همیشه دوست داشتن که مثلا در جایگاه الیت و مثلا چیز قرار بگیرن، خیلی خاص پسند و اینا باشن، ولی آخه مهمترین نویسندگان قرن 20 و ما قبل از اون برای عامه مخاطب می نوشتن. یعنی تو این نبوغ و استعداد و تسلطی که داری تو میتونی یک اثر خیلی خاص پسندانه و مثلا پیچیده بسازی که شاید همه یارای مثلا درک و فهمشو نداشته باشن، ولی اتفاقا آدم‌های مهم اول سعی میکنن که روی گستره عظیمتری از جامعه تأثیر بذارن. و مارکز اتفاقا بخش زیادی از مردم دنیا خوندن نوشته هاشو و خیلی هم جذابه تو وقتی 100 سال تنهایی رو میخونی. حالا چون الانم اومده میشه راجبش صحبت که سریالش اومد، هم هنوز ندیدم. مسئله اینه که اتفاقا خوندن مارکز در عین اینکه خیلی پیچیده است اون چیزی که نوشته و خلق کرده فوق‌العاده لذت بخشه. یا حالا اینجوری نیستش که مثلا چونم جی کی رولینگ درسته یک اثر عامه پسندی نوشته که همه جای دنیا رو گرفته و اینا شاهکار ادبی از نظر مفهوم یک اثر ادبیاتی نیست، ولی پدیده مهم و بزرگیه و اینجوری نیستش که رو نفهم باشه نتونه مثلا داستان پیچیده و خاص پسند بنویسه. اتفاقا اون هوش و ذکاوتش رو خرج داده که چطور یک اثری بنویسه یا یک جهانی خلق کنه که با طیف گسترده تری از مردم ارتباط برقرار بکنه. و این چیزی که ما فراموش میکنیم آقا، فیلم پر مخاطب ساختن، فیلم خوب پر مخاطب ساختن خیلی هنر میخواد. اتفاقا اینکه اسپیلبرگ به خاطر اینکه اولین نمونه از نردهایی که تو هالیوود میاد، یعنی همچنان تو ممکن فیلم‌های اسپیلبرگ رو خوشتون نیاد، ولی صحبت‌ها شد راجع به مثلا چونم توشیرو میفونه، راجع به دیوید لین، راجع به هر کی اصلا خود جویده یعنی چیز سینما رو و میاد بعدن ایندیانا جونز میسازه یا جازو که داره میسازه که حالا پر از آزمون و خطا و ایناست که اثریه که میشه اصلا بنیانگذار مفهوم جدید بلاکباستر. اون با تمام هوش و ذکاوت و درکی که از سینمای ما قبل خودش داشته اومده یک فیلم عامه پسند رو خلق کرده. چند وقت پیش پارک جوراسیک 1 رو میدیدم با خانواده و اینجوری بودم که برگم چقدر تو دقیقی. یعنی مثلا اونجا اون حالا اسم این بازیگر نومن چیزی یادم نمیاد، ساینفیلد، این توپله که اون چیزو مثلا اونجا مثلا دارن رد میشن میگه اینجا یه نوع دایناسور هست که آب دهانش فلانه، مثلا نشونه ما نمیده، بعد که اون داره فرار میکنه نشونه ما میده. یا همون مثلا تراناسور، مثلا این که چی جوری به ما اون ترس رو القا میکنه، این که چقدر به ما القا میکنه هنوز کار میکنه. و اینجوری نیست که این آدم مثلا همینجوری اومده باشه بلاک باسه، این داره از یه خانشی داره میکنه از این ژانر که ژانر رو تکون میده. من میگم مثلا اینو که بریز دور. حالا به عنوان پایان بندی بگو ببینم اگه فینچر اسپیناف نه اصلا نسخه آمریکا ببین خیلی جالبه برام، چون اسکوید گیم به شدت تحت تاثیر سینمای فینچره. یعنی حالا جدای از شباهتی که مثلا به فایت کلاب یا گیم داره، اصلا این جنبه‌ای که مثلا جنبه تاریک انسانی رو چجوری بیرون بکشی و اینا خیلی تحت تاثیره. اصلا همون اول که داشتم میدیدم اینو میگفتم و واقعا کنجکاوم ببینم که میخواد، چون نویسنده‌ای هم که انتخاب کرده برای نوشتن نسخه آمریکایی، نویسنده اگه اشتباه نکنم نسخه انگلیسی سریال یوتوپیاست که یه زمانی قرار بود فینچر اقتباس بکنه و با HBO به مشکل خورد و اینا. واقعا کنجکاوم ببینم از چه دری وارد میشه. واقعا ممکنه تبدیل بشه به یک اثر خیلی جالب، یه موقع فقط صرفا کار نتفلیکس رو داره راه میندازه که مثلا پیش بره. باید ببینیم خود سازنده سریال گفته من بیشتر اصلا منتظرم نسخه فینچر رو ببینم. الان چیز شده، تایید شد که فینچر قراره بکنه. از اول اینکه چقدر درگیر تولید خواهد بود کسی نمیدونه، ولی در دیولپ کردن و ایناش زیر نظر اونه.
میگم که اسپینافه در مورد گفتن نسخه آمریکا، یعنی اینجوری نیستش که بازسازی باشه در همین یونیورسی که این قصه کره داره اتفاق میفته، ظاهرا این بازی که در آمریکا اتفاق بیفته رو ما میبینیم. مثلا تو آمریکا اومده و آره. خب در آخر نه دیگه همه گفتنی ها رو صحبت کردیم. میخوای دعوت کن از شنونده ها که بیشتر اینگیج شند و آره واقعا چرا اینگیج نمیشید؟ با ما صحبت کنید. حالا سر آنورا این نکته هم بگم چون در ادامه حرفای قبلی، ببین برخلاف کسایی که همچنان به تفاسیری از مکتب فرانکفورت معتقدن، متاسفانه یا خوشبختانه فیلم یا هر اثر هنری دیگه حداقل در دنیای امروز شبیه به یک کالای فرهنگیه. شما پول میدی و این کالا رو میخری و به همون نسبت که آقا شما الان بخوای لباس بخری، بین لباسی که مثلا در جنوب شهر تهران تولید شده یا که یک برند خارجی، میری اونیو میگیری که کیفیت بالاتری داشته باشه و حس بهتری به تو منتقل بکنه. یعنی لزوما نمیگه که آقا چون این وطنیه من برم نیازمو با این برطرف بکنم. برات مهمه که محصول بهتری بخری. سرگرمی هم به همین شکله. یعنی شما در بازار سرگرمی میگی من ترجیح میدم محصولی رو بخرم که بهتر منو سرگرم بکنه، نه لزوما بیشتر. من بین این هم بمباران اطلاعاتی وقتمو میدم به تو سرگرم. و در همه جای دنیا هم به ندرت کشورهایی هستن که زورشون برسه به جریان اصلی و هالیوود و اینا. حالا مثلا کره و اینا ژاپن واسه خودشون صنعت دارن یا بالیوود. پس در نتیجه این ایده که آقا فیلم خوب نمیفروشه و فلان و اینا، مثلا همینه که بگی آقا لباس خوب نمیفروشه، ملت فقط مثلا برن کت شلوار ایتالیایی میخرن اگه پولشو داشته باشن یا امکانشو داشته باشن. حالا کت شلوار رو شما نمیتونی قاچاقی دانلود بکنی یا ببینی، وگرنه اگه کت شلوار هم مثل فیلم دیدن بود مطمئن باش همه میرفتن جورجو آرمانی میخریدن، نمیومدن از سر کوچه مثلا برند چیز جعلی ایرانی رو بخرن. اصلا چقدر میخوای موزیک فاخر، فیلم فاخر ببینی؟ یه جایی دیگه کوتاه میای دیگه. یعنی اصلا نه فاخر بودنش میگم، یعنی هر چیزی از مردم ترجیح میدن با توجه پولی که میدن با کیفیت تر باشه چیزی که میخرن. حالا این میتونه محصول هنری باشه، موسیقی باشه، هر چیزی. در کنار غذا، پوشاک و بقیه، شما بخوای ماشین بخری الان میری اگر حق انتخاب داشته باشی، امکانشو داشته باشی، میری ماشین آلمانی، آمریکایی یا ژاپنی میخری یا میری ماشین تولید داخلی میگیری؟ ژاپن، تویوتا، هر طبیعیه دیگه. یه دلیلی برات وجود داره دیگه. فیلم دیدن هم همینه دیگه. شما اکران اگه گسترده بذاری همزمان، حتی همین گلادیاتور 2 که داریم ما مسخره میکنیم و شما اکران کن، بعد حالا به جای از اینکه فرش قرمز بگیر براش و اینا، ببین اون میفروشه یا فیلمای دیگه. هم نه اینکه قابلیت دانلود و اینا وجود داشته باشه. شما مردمی که میخوان برن یک تجربه مفرحی داشته باشن الان میگن بریم 70 رو ببینیم، اون موقع میگن بریم چیزو ببینیم. با من بدبختی من نجات سرباز رایانو تو اون سینماتک قلهک میدیدیم، من 100 بار دیده بودم، باز رفتیم دیدیم کنسرت همین میوز و کورت کوبین بود. اینا هم رفتیم فیلم ضبط شده شو دیدیم، فر خوردیم، چه برسه به اینکه بریم ببینیم. در نتیجه نظرم این یه ذره اشتباه بحث کردنه درباره آثار هنری و فرهنگی و این داستان. نه این که همیشه بحثش داغه، این که آرت هاوس ببینیم، بریم هالیوود ببینیم. آرت هاوس هم یک شکل متفاوتی از سرگرمی برای مردم میتونه. من واقعا یه سری آدما دیدم، مثلا یه نفر یه بار تعریف که فیلم مورد علاقهش کیم کیدوکه که اصلا نمیخورد اهل سینما اینا باشه، تو تلویزیون فیلمشو دیده بود و خیلی خوشش اومده بود. فیلمی چه دیده؟ بهار تابستان. چه فیلم سختی. آره و خیلی هم خوشش اومده بود، عشق کرده، گفت که بهترین فیلمی بود که تو عمرم دیدم. و اگر هم سلیقه کسی رو اصطلاحاً میگیم نازله، مثل بقیه چیزای هرم مازلو، سلیقه‌ام خیلی وابسته به سطح رفاه آدمه و دغدغه‌هایی که داره بخواد بشینه. سر آنورا صحبت می‌کنیم که تو خیلی انتخابات محدود از یه جایی به بعد این چیزی نیست دیگه. نه دیگه. آقا اینگیج کنید، ازتون خواهش میکنم که ما توی پیج اینستاگرام هم هستیم، من توی کست باکس هم پیج اینستا رو گذاشتم، هم مابقیشو. توی اینستا معرفی فیلم داریم، چه میدونم معرفی سریال، از این داستانا هم داریم. اونجا هم ما رو فالو کنید اگه ندارید و به دوستاتون معرفی کنید و کامنت چه میدونم بذارید، کامنت توی هم پادگیرا بذارید هم توی اینستا. همین. حالا امیدوارم که حال کرده باشید با این بحثه. پیرامون این 2 فیلمه بود، بحث اون اینجوری نبود که بخوایم مثلا هر کدومشون رو قسمت به قسمت نقد کنیم، مثل کاری که تو یوتیوب دارن میکنن، مثلا تو 8 دقیقه میان کل سریالو میگن میرن. حالا امیدوارم حال کرده باشید دیگه. پس مرسی. کاری ندی؟ نه دیگه. اوکی. خداحافظ.